تنها 6 کشور در جهان توانمندی ساخت سلاح‌های لیزری را دارند که جمهوری اسلامی ایران با تولید سلاح لیزری ساطع یکی از آنهاست. به گزارش خبرنگار دفاعی خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، دانش طراحی و تولید سامانه‌های پدافندی لیزری از جمله دستاوردهای مهمی است که طی سالهای اخیر صنایع دفاعی جمهوری اسلامی ایران به آن دست یافته‌اند و توپ‌های لیزری که با استفاده از اشعه لیزر پرتوان قادر به مقابله و انهدام اهداف هوایی پرنده هستند، امروزه در سازمان رزم یگان‌های پدافندی کشورمان برای مقابله با اهداف متخاصم قرار گرفته‌اند. نخستین بار شهریور ماه سال 1398 بود که مدیرعامل وقت سازمان صنایع الکترونیک ایران خبر از دستیابی کشورمان به دانش طراحی و ساخت سلاح‌های لیزری پدافندی و استقرار آن در مناطق حساس و حیاتی کشور برای محافظت از این مناطق داد و گفت. در موضوع کشندگی نیز دستاوردهای خوبی داشتیم که همه آنها تولید داخل هستند. برای مثال در دنیا متداول است که پرنده‌های رادارگریز خود را از لایه‌های کامپوزیتی می‌سازند تا هم رادارگریز باشد، هم سبک باشد و هم به تداوم پروازی آن در هوا کمک کند. این بدنه کامپوزیتی در برابر لیزرهای پرتوان آسیب‌پذیر است و ما با استفاده از این لیزرها که در اختیار داریم می‌توانیم آنها را منهدم کنیم. سامانه سلاح لیزری ساطع نام دستاورد و محصول صنعت دفاعی کشورمان در حوزه سلاح‌های لیزری است که امروز وظیفه حفاظت و حراست از اماکن حساس و حیاتی کشور را بر عهده دارد. مزیت استفاده از چنین سامانه‌هایی سرعت بالای آنها در مقابله با اهداف هوایی از جمله پهپادها و موشک‌های کروز متخاصم است، چرا که در این سلاح‌ها پرتابک اشعه لیزر است با سرعت نور حرکت می‌کند و همچنین تا زمانی که جریان انرژی وجود داشته باشد این شلیک ادامه دارد. به دلیل پیچیدگی و فناوری بالای حوزه لیزر تاکنون کشورهای محدودی در دنیا توانستند به حیطه سلاح‌های لیزری ورود پیدا کنند که جمهوری اسلامی ایران نیز یکی از 6 کشوری است که توانسته سامانه‌های سلاح لیزری را برای دفاع هوایی برد کوتاه و برای دفاع از تأسیسات حساس و حیاتی خود طراحی و تولید کند. مخاطبین گرامی رسانه سیاسی و نظامی سیاست نیوز، این تنها بخشی از قدرت لیزری نهفته ایران برای دفاع از خاک ایران زمین است. بنابر درخواست مخاطبین گرامی سیاست نیوز، گزارش بعدی را درباره سلاح فوق سری یوفو تهیه می‌کنیم. فراموش نکنید حتما نظر خودتون رو درباره این سلاح برامون کامنت کنید و اگر از ویدیو خوشتون اومد حتما لایک کنید و با زدن دکمه شیر این گزارش رو برای دوستانتون بفرستید. همچنین اگر به این سبک محتواهای نظامی علاقه‌مند هستید، کانال سیاست نیوز رو با زدن دکمه سابسکرایب همراهی کنید. ممنونم که